آشنایی با سیستم کارت وفاداری نوپردازان. برنامه وفاداری مشتریان روشی نوین در بازاریابی میباشد که موجب ارتقای شخصیت حقیقی و اعتباری مشتری شد و در نهایت به افزایش دفعات مراجعه و خرید مشتریان منتهی میشد. کارآمدی این سیستم بارها و بارها در اقصا نقاط جهان اثبات شده و همانطور که شاید در سفر به کشورهای توسعه یافته تجربه کرده و یا شنیده باشید، اکثریت قریب به اتفاق برندهای بین‌المللی از این روش بازاریابی در امور مشتری مداری بهره میبرند. برخی از مزایای این سیستم عبارتند از به دست آوردن مشتریان جدید، بازیابی مشتریان از دست رفته، حفظ مشتریان موجود، عزم مشتریان بی‌ثمر، تشویق مشتریان به انتقال خود به دسته‌های بالاتر خرید و تحلیل و ارزیابی رفتار مشتریان. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت ما مراجعه فرمایید.